اسپنسره. اون پیدامون کرده. توماس کمکم کن. اسپنسر حتما کاری میکنه که منو بفرستن بخش ذوب‌آهن. نه قهرمان، تو تقریبا درست شدی و میتونی از دست اسپنسر فرار کنی. بیا دنبالم. با کلی زحمت، فشار و بخار قهرمان به حرکت در اومد و دنبال توماس را افتاد تا از دست اسپنسر فرار کنند. قهرمان در حالی که میلرزید و سر و صدا میکرد دنبال دوستش میرفت. پیستوناش تکون میخوردن و دیگش حسابی میجوشید. هی قهرمان، آفرین به تو. ممنونم توماس. اسپنسر یهو از راه رسید و پشت سر توماس ظاهر شد. توماس، بالاخره پیدات کردم. اسپنسر. چرخهای توماس با تمام سرعت میچرخیدن. این دفعه نمیذارم از دستم در بری. قهرمان تا اونجایی که میتونست سرعتش رو زیاد کرد. اون میخواست از دست اسپنسر فرار کنه، ولی اسپنسر اونو دید و جا خورد. اسپنسر تا حالا قطاری به عجیبی قهرمان ندیده بود. ببینم تو دیگه کی هستی؟ قهرمان! توماس! اون حتی نمیتونه درست بخار کنه. موتور قهرمان حسابی به سر و صدا افتاده بود. منبع بخارش میلرزید و سیلندراش صدا میکردن. قهرمان نگران بود. بدون اون قطعه آخر قهرمان درست نمیتونست کار کنه. یهو لامپ قهرمان کنده شد و خورد تو کله اسپنسر. صدای موتور قهرمان هی داشت بدتر و بدتر میشد. قطعه هاش داشتن کنده میشدن و یکی بعد از دیگری میافتادن رو خط آهن. نه قهرمان نگران نباش، تو از پسش برمیای. کمکم کن توماس. ولی قهرمان هر چه بیشتر سعی میکرد بیشتر میلرزید. قهرمان ادامه بده. قطعه های قهرمان همینطوری داشتن یکی بعد از دیگری میافتادن. توماس! قهرمان تو میتونی، بیا. ولی به نظر من نمیتونه. قهرمان میدونست حق با اسپنسره. قهرمان راه آهن باز خراب شده بود. قهرمان دیگه نمیتونست ادامه بده. شرایطش خیلی بد بود.